تحلیل CVP برای خیلی یه عالمه فرمولای پراکنده است که روابط بینشون قابل فهم نیست. به همین خاطر همیشه مجبورن حفظشون کنن. سیلز میکس، کانتریبیوشن مارجین، بریک ایون پوینت، هر کدوم رو جدا جدا میخونن و متوجه میشن، ولی وقتی میخوان کنار هم بذارن و استفاده کنن معمولا قاطی میکنن و گیج میشن. سلام، من مجتبی هستم و امروز توی این ویدیو میخوام CVP رو به زبان ساده برای توضیح بدم. یه ساختار یک پارچه و یه روش کار فوق‌العاده بهت معرفی میکنم که دیگه لازم نباشه کلی فرمول مختلف رو حفظ کنی و سعی کنی هی با آزمون و خطا به هم ربطشون بدی. یه چارچوب ثابت داری که با همون میتونی همه مدل سوالای CVP رو حل کنی، از ساده ترین حالت‌ها تا پیچیده ترین سناریوها. از تعریف دقیق تحلیل CVP شروع میکنیم، بعد میبینیم چطور از اینکام استیتمنت یا همون صورت سودوزیان برای تحلیل استفاده کنیم و بعدش هم نقطه سر به سر رو خیلی ساده و قدم به قدم برات توضیح میدم. یه پیشنهاد مهم، حدس من اینه که یه بار الان این ویدیو رو فقط میخوای تماشا کنی، بعد دوباره برگردی اولش، این بار با کاغذ و قلم، تا ببینی آیا خودت هم میتونی این محاسبات رو انجام بدی یا نه. اگه میخوای یه قدم جلوتر بیفتی یا از زمانت بهتر استفاده کنی، توصیه میکنم همین دفعه اول این کارو بکنی. همین الان پاشو برو کاغذ و قلمت رو بردار بیار. در ادامه هر جا لازم بود ویدیو رو پاز کن و محاسبات رو خودت انجام بده. شک نکن اگه اینطوری با من جلو بیای زودتر و راحت‌تر یاد میگیری. پس کاغذ، قلم، حرکت. تحلیل CVP چیه؟ کاربردهای اصلیش و اجزای اصلیش چیا هستن؟ طبق تعریف تحلیل CVP ابزار مالیه. یه ابزار مالی که به ما کمک میکنه رابطه بین سه تا متغیر رو تحلیل بکنیم. سه تا متغیر عبارتند از کاست، والیوم و پروفیت. تحلیل CVP همینطور به ما کمک میکنه که میزان فروش لازم برای رسیدن به نقطه سر به سر یا میزان مشخصی از سود رو تعیین بکنیم. به کمک تحلیل CVP ما چند تا کار مهم میتونیم انجام بدیم. اولیش محاسبه نقطه سر به سر هست، جایی که شرکت نه سود میکنه نه زیان، یعنی سود و زیانش برابر صفره. همینطور به کمک تحلیل CVP میتونیم میزان فروش لازم برای رسیدن به یه میزان مشخصی از سود رو تعیین بکنیم. در استراتژی های قیمتگذاری هم میشه از تحلیل CVP استفاده کرد، به خاطر اینکه میزان تاثیر قیمت های مختلف روی سود رو به ما نشون میده. و در نهایت تحلیل CVP کمک میکنه که نشون بدیم هر نوع تغییری در میزان درآمد یا در میزان هزینه ها چه تأثیری روی سود خواهد داشت. همونطور که تا الان احتمالا متوجه شدی، تحلیل CVP سه تا جزء اصلی داره: کاست که با C نشون داده میشه، والیوم که با V نشون داده میشه و پروفیت که با P نشون داده میشه. منظور از کاست هزینه‌های شرکت هست که معمولا به دو جزء اصلی، هزینه‌های ثابت و متغیر، تقسیم میشه: فیکس کاست و وریبل کاست. والیوم منظور میزان تولید یا فروش یا حجم تولید یا فروش هستش. و در نهایت منظور از سود میزان باقی مانده از درآمد بعد از کسر تمام هزینه ها. بیایید با اینکام استیتمنت یا صورت سود و زیان شروع بکنیم. شاید بپرسید اینکام استیتمنت چه ربطی به تحلیل CVP داره؟ واقعیتش اینه که تمام فرمولایی که شما توی کتاب‌ها و جزوه‌ها می‌بینید برای تحلیل CVP برگرفته از اینکام استیتمنت هستش. و اگه شما بتونید اینکام استیتمنت رو و اجزایش رو و روابط بین اجزایش رو خوب متوجه بشید که اصلاً کار سختی نیستش، میتونید به تمام سوال‌های CVP و بریک ایون پوینت جواب بدید. اینکام استیتمنت یه گزارشیه که نشون میده شرکت در دوره مالی آیا سود کرده یا زیان و میزان این سود و زیان چقدر بوده و در ضمن نشون میده که این سود و زیان چطوری حاصل شده، یعنی میزان درآمدها و هزینه‌هایی که منجر به اون میزان از سود و زیان شده رو هم نشون میده. یعنی به صورت خیلی ساده، در ساده ترین شکل ممکن، توتال رونیو رو نشون میده و توتال کاست رو ازش کم میکنه تا به پروفیت برسه که اینجا بهش میگیم اپریتینگ پروفیت. و همونطور که میبینید برای سادگی کار با حروف اختصاری اینها رو نشون میدیم: توتال رونیو رو با R، توتال کاست رو با C و اپریتینگ پروفیت رو با OP. به مرور این فرمت از صورت اینکام استیتمنت رو گسترش میدیم تا به یک
فرمت جامع برای جواب دادن به سوالهای CVP و break even point برسیم. توی حسابداری کاست یا هزینه اساساً دو تا شکل متفاوت داره، variable کاست و فیکس کاست. رفتار این دو نوع کاست با همدیگه خیلی متفاوته. به خاطر همین در صورت‌های مالی اینها جداگونه گزارش میشن، به خاطر اینکه اطلاعات متفاوتی در اختیار استفاده کننده و مدیران برای تصمیم گیری قرار میده. به صورت مختصر variable کاست هزینه‌هاییه که مستقیما تحت تاثیر تعداد فروش هستش. هر چقدر تعداد فروش بیشتر بشه به همون نسبت میزان این نوع کاستمون هم افزایش پیدا میکنه. ولی فیکس کاست به میزان تولید ربطی نداره. یعنی در یک بازه تولیدی در یک بازه از میزان تولید این نوع هزینه همچنان ثابت خواهد بود و تغییر نخواهد کرد. مثلا فرض بکنید میزان دستمزد کارگر خط تولید جزئی از وریبل کاسته. هر چقدر میزان تولید قرار باشه بیشتر باشه، میزان دستمزد هم طبیعتاً بیشتر خواهد بود. ولی میزان اجاره مثلا فرض بکنید سوله‌ای که در اون تولید اتفاق میفته یه مقدار ثابتیه و فرقی نمیکنه که مثلا توی یک ماه مشخص تولید کم بوده باشه یا زیاد بوده باشه. در هر صورت اون اجاره باید پرداخت بشه بابت اون سوله و این نوعی از یک مثال هست برای فیکس کاست. یکی از اولین فایده های جدا کردن وریبل کاست از فیکس کاست رو همینجا داریم میبینی. یک جمع فرعی اینجا ایجاد شده به نام توتال کانتریبیوشن مارجین یا حاشیه سود کل. حاشیه سود کل از اختلاف رونیو و وریبل کاست به دست میاد و در واقع نشون میده که چه میزانی از درآمد بعد از کسر هزینه‌های متغیر باقی میمونه برای پوشش هزینه‌های ثابت. یکی از فایده‌های اصلی جدا کردن وریبل کاست از فیکس کاست رو همینجا داری می‌بینی. یه جمع فرعی ایجاد شده به نام کانتریبیوشن مارجین. در واقع وقتی وریبل کاست رو از رونیو کم بکنیم، میزانی که بهش میرسیم بهش میگن کانتریبیوشن مارجین. به عبارت ساده تر کانتریبیوشن مارجین میزانی از درآمد هست که بعد از کسر شدن هزینه‌های متغیر یا وریبل کاست برای پوشش هزینه‌های ثابت یا فیکس کاست باقی میمونه. میگن از دست دو تا چیز نمیشه فرار کرد، یکی مرگ، یکی مالیاته. خب اگه یه شرکتی سود داشته باشه حتما باید مالیات هم پرداخت بکنه، درسته؟ و این میزان مالیات در اینکام استیتمنت نمایش داده میشه. همونطور که میبینید بعد از آپریتینگ پروفیت میزان مالیات رو مشخص میکنیم و ازش کسر میکنیم و در نهایت به نت پروفیت یا سود خالص میرسیم. همونطور که میبینید اینجا تغییری در بقیه آیتم ها ایجاد نشده. اما همین فرمت از اینکام استیتمنت رو بعضی از اقلامش رو به یه شکل دیگه ای هم میشه نوشت. مثلا ما میدونیم درآمد حاصل ضرب قیمت در تعداده. قیمت رو با USP یا Unit Selling Price نشون میدیم و تعداد فروش رو با Q که مخفف Quantity هستش. Unit Variable Cost رو با UVC نشون میدیم که نشون دهنده هزینه متغیر هر واحده و مجددا Q رو داریم. و اینجا هم Unit Contribution Margin رو داریم که حاشیه سود هر واحد رو نشون میده که ضرب در Q شده و شما میبینید که USP ضرب در Q میشه Revenue، UVC ضرب در Q میشه Variable Cost یا Total Variable Cost، UCM ضرب در Q میشه CM. و همینطور تکس رو هم به یه فرمت دیگه هم میتونیم بنویسیم. تکس در واقع حاصل ضرب Operating Profit در یک نرخ مالیاتیه یا یک تکس ریت. خب اینکام استیتمنت رو همینجا نگه میداریم. همین حد کافیه، بیشتر از این قرار نیست توسعهش بدیم. میریم سراغ مبحث بعدی. نقطه سر به سر یا break even point چیه؟ break even point میزانی از فروش هستش که در اون operating profit برابر صفر میشه. یعنی شرکت در اون میزان از فروش نه سود خواهد داشت نه زیان. میزان درآمدی که لازمه تا operating profit برابر صفر بشه میزان درآمد در نقطه سر به سره و میزان تولید، تعداد تولید که لازمه operating profit برابر صفر بشه تعداد تولید در نقطه سر به سر خواهد بود. این دوتا یعنی درآمد در نقطه سر به سر و میزان تولید و فروش در نقطه سر به سر
دو تا از سوالهای رایجی که توی بحث break even point پرسیده میشه. خب به اینجا توجه بکنید. operating profit میدونیم که برابر contribution margin منهای fixed کاسته و operating profit اگه برابر 0 باشه این در واقع به این معنیه که contribution مساوی fixed cost هستش. این اگرچه برای انجام محاسبات لازم نیست که این فرمول رو جداگونه حفظ بکنید و همین فرمت اینکام استیتمنت براتون کفایت میکنه، ولی این از لحاظ مفهومی در دنیای واقعی مهم هستش که نقطه سر به سر جاییه که contribution margin با fixed cost برابره. یعنی contribution margin به عبارت دیگه‌ای فقط برای پوشش هزینه‌های ثابت کفایت میکنه، نه کمتر نه بیشتر. برای ادامه کار از اینکام استیتمنت ما فقط همین دو تا ستون رو نگه می‌داریم و در تمام محاسباتمون برای تحلیل CVP و break even point از همین دو تا ستون استفاده خواهیم کرد. این فرمت ساده از اینکام استیتمنت ما فرمول‌های خیلی متفاوت و مختلفی رو برای تحلیل CVP و break even point داریم. به عنوان مثال اینجا می‌بینید که این فرمول داره نشون میده که total variable cost حاصل ضرب unit variable cost در Q هست و خیلی راحت این فرمول رو شما توی این ردیف از اینکام استیتمنت خودمون داریم می‌بینید. یا به عنوان مثال اینجا داره میگه که operating profit در واقع حاصل ضرب Q در UCM هست و که بعدش فیکس کاست ازش کسر میشه و این رو هم شما دوباره توی این قسمت از اینکام استیتمنت میبینید که UCM ضرب در Q شده و FSC ازش کم شده و حاصل شده operating profit. به جای حفظ کردن و تلاش برای ربط دادن فرمول های متفاوت و گسترده مثل اینها فقط کافیه که همین دو تا ستون از اینکام استیتمنت رو خوب بلد باشین و به خاطر بسپارین. خب با این چیزهایی که از اینکام استیتمنت و بریک ایون پوینت یاد گرفتیم، بریم ببینیم که تحلیل CVP عملاً چطوری باید انجام بشه. برای سادگی کار با یک محصول شروع میکنیم. یعنی فرض میکنیم شرکت که داریم در موردش صحبت میکنیم فقط یک نوع محصول تولید میکنه و میفروشه. شرکتی رو تصور کنید که فقط یک محصول داره، پروداکت A، و 100% درآمدش از محل فروش این محصول به دست میاد. اطلاعاتی در مورد این شرکت و این محصول داده شده و میخوایم در نهایت بدونیم که اینکام استیتمنت این شرکت بر اساس اطلاعات داده شده به چه شکلی خواهد بود. بر اساس اطلاعاتی که تو این جدول داده شده ما revenue, variable cost و contribution margin رو قادر خواهیم بود که محاسبه کنیم. برای محاسبه ردیف اول یعنی revenue unit selling price رو ضرب در quantity میکنیم و برای ردیف دوم یعنی variable cost unit variable cost رو ضرب در quantity میکنیم و اگه محاسبات اینها رو انجام بدیم میبینیم که contribution margin یعنی حاشیه سود ما برابر 20,000 خواهد بود. و برای این محاسبه unit contribution margin کافیه که unit variable cost رو از unit selling price کسر بکنیم که 100 منهای 60 برابر 40 خواهد شد. به عبارتی حاشیه سود هر واحد محصول برابر $40 خواهد بود. حالا سناریویی رو تصور بکنید که شرکتی که مدیر بازاریابی جدید استخدام کرده و این مدیر معتقده که میتونه با هدف قرار دادن قشر جدیدی از مشتریان قیمت محصولات رو از هر واحد $100 به $200 افزایش بده. ما به عنوان بخش مالی با تحلیل CVP میخوایم بدونیم که این تغییر قیمت چه تأثیری روی اینکام استیتمنت و درآمدهای ما خواهد داشت. محاسبات رو مجددا اینجا انجام میدیم. revenue حاصل ضرب unit selling price 200 ضرب در Q 500 خواهد بود و variable cost ما حاصل ضرب unit variable cost 60 ضرب در Q خواهد بود و اگر محاسبات اینها رو انجام بدیم contribution margin ما برابر 70,000 خواهد بود. خب همونطور که انتظار میرفت هم revenue افزایش پیدا کرد هم contribution margin، ولی تحلیل CVP به ما کمک میکنه که میزان افزایش رو به صورت دقیق بتونیم اندازه‌گیری بکنیم. همینطور برای محاسبه unit contribution margin کافیه که unit variable cost 60 رو از unit selling price کسر بکنیم که به عدد 140 میرسیم و میبینیم که با افزایش قیمت حاشیه سود هر واحد محصول هم افزایش پیدا کرده.
حالا خبر رسیده که با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه حقوق کارکنان در ماه‌های آینده احتمالاً یونیت وریبل کاست ما از $60 به $80 افزایش پیدا خواهد کرد. بیایم ببینیم که تاثیر این تغییر روی اینکام استیتمنت به چه شکل خواهد بود. بعداً با محاسبه رونیو شروع می‌کنیم که حاصل ضرب یونیت سلینگ پرایس 200 و کیو 500 خواهد بود و ردیف دوم یعنی توتال وریبل کاست حاصل ضرب یونیت وریبل کاست که 80 هست در کیو 500 خواهد بود. نتایج محاسبات نشون میده که وریبل کاست ما از 30,000 به 40,000 افزایش پیدا کرده و این باعث شده که کانتریبیوشن مارجین ما توتالش از 70,000 به 60,000 کاهش پیدا بکنه. شرکت میخواد تجهیزات جدید رو خریداری بکنه و این باعث خواهد شد که میزان تولید و فروش از 500 واحد به 1500 واحد افزایش پیدا بکنه. حالا ببینیم که این تغییر توی میزان تولید و فروش چه تاثیر روی اینکام استیتمنت میذاره. با ردیف رونیو شروع میکنیم. حاصل ضرب یونیت سلینگ پرایس 200 در کیو که این بار 1500 هستش. توی ردیف اول می-نویسیم توتال وریبل کاست حاصل ضرب یونیت وریبل کاست 80 در 1500 و نتایج می‌بینید که اعداد و ارقام خیلی متفاوتی رو نسبت به دفعه قبل نشون میده. درآمدها به 300,000 افزایش پیدا کرده، توتال وریبل کاست به 120,000 و این باعث شده که کانتریبیوشن مارجین هم با یه تفاوت قابل ملاحظه‌ای به $180,000 برسه. با فرض اینکه فیکس کاست یا هزینه‌های ثابت شرکت برابر $24,000 می‌خوایم بدونیم که بریک ایون پوینت شرکت کجاست. یعنی چه تعداد محصول باید تولید بشه و به فروش برسه و چقدر درآمد باید کسب بشه که به نقطه سر به سر برسه. با ردیف اول رونیو شروع می‌کنیم که حاصل ضرب USP ضرب در کیو هستش. USP 200 و کیو رو طبیعتا نداریم چون می‌خوایم مثلا کیو رو محاسبه کنیم ببینیم که کیو چه عددی باید باشه که ما به آپریتینگ پروفیت صفر برسیم. پس توی ردیف اول 200 ضرب در کیو رو میذاریم برای رونیو. توی ردیف دوم یونیت وریبل کاست 80 رو میذاریم ضرب در کیو و توی ردیف سوم UCM رو که قبلا محاسبه کردیم 120 شده 120 ضرب در کیو رو میذاریم و هزینه‌های ثابت یا فیکس کاست هم 24,000 اینجا تعیین شده که توی این ردیف می‌نویسیم و نکته مهم اینه که آپریتینگ پروفیت اینجا باید برابر صفر باشه به خاطر اینکه ما داریم بریک ایون پوینت رو محاسبه می‌کنیم و گفتیم که بریک ایون پوینت جاییه که آپریتینگ پروفیت برابر صفره. خب اگه این بخش از این محاسبات رو بیاریم پایین میبینید که 120 ضرب در کیو منهای 24,000 باید صفر بشه و با یه محاسبه ساده متوجه میشیم که کیو برابر 200 خواهد بود و برای اطمینان 200 رو توی این فرمول ها جایگذاری میکنیم برای اینکه مطمئن بشیم که آیا به عدد صفر آپریتینگ پروفیت صفر میرسیم یا نه و میبینیم که اینجا درآمد ما 40,000 خواهد بود، توتال رونیو، توتال وریبل کاست 16,000 خواهد بود که این باعث میشه کانتریبیوشن مارجین به 24,000 برسه و کانتریبیوشن مارجین 24,000 دقیقاً برابر فیکس کاست 24,000 و این یعنی نقطه سر به سر. به عبارت دیگه ما این دو تا سوال رو اینطوری جواب میدیم وقتی میگه تعداد واحدها در بریک ایون پوینت چقدره این کیو برابر 200 و میزان درآمد در بریک ایون پوینت چقدره برابر $40,000. یعنی این صورت مالی اینکام استیتمنت شرکت در نقطه سر به سر هست که میزان رونیو، وریبل کاست، کانتریبیوشن مارجین و فیکس کاستش رو داره نشون میده. تا اینجا دیدیم که چه فرمتی از اینکام استیتمنت برای تحلیل CVP مناسبه و برای شرکتی که یه محصول میفروشه محاسبات CVP به چه شکلیه. در ادامه با استفاده از این مفهوم جدید همون ساختار قبلی رو برای حالتهای 2 محصولی و 3 محصولی توضیح میدم و میبینی که با همون روش قبلی میتونی تحلیل‌های پیچیده‌تر رو هم به سادگی انجام بدی. اگه تا اینجای ویدیو برات مفید بوده خیلی ممنون میشم ازت اگه این ویدیو رو لایک کنی و کانالم رو سابسکرایب کنی. این کارت برام خیلی ارزشمنده. در ضمن یه ویدیوی جداگونه هم دارم که توش یه مجموعه خیلی خوب از سوالای امتحانی CVP رو توش حل کردم. پیشنهاد میکنم حتما بعد از این ویدیو اون رو هم ببینید چون حل کردن سوالات واقعی باعث میشه این روش حسابی توی ذهنت جا بیفته و سرعت و دقت رو توی امتحان مخصوصا خیلی بهتر بکنه. حالا بریم سراغ ادامه بحث.
خب بازی داره جذابتر میشه. حالا شرکت به جای یه نوع محصول 2 تا محصول توی سبد محصولاتش داره، پروداکت بی رو هم به محصولاتش اضافه کرده و هر کدوم از این محصولات توی این حالت خاص 50% میزان فروش، تولید و به طور کلی پورتفولیوشون رو در بر میگیره. توی این جدول اطلاعات مربوط به 2 تا محصول رو حالا داریم میبینیم به جای یه محصول. و اگه بخوایم محاسبات مربوط به اقلام اینکام استیتمنت رو شروع بکنیم، برای محاسبه توتال رونیو نیاز داریم یونیت سلینگ پرایس رو داشته باشیم و توی این جدول میبینیم که این بار 2 تا یونیت سلینگ پرایس داریم. از کدومی که از این 2 تا باید استفاده بکنیم برای محاسباتمون؟ یا اگه جلوتر بریم، برای محاسبه توتال وریبل کاستمون نیاز به یونیت وریبل کاست داریم، ولی دوباره میبینید که توی این جدول 2 تا یونیت وریبل کاست داریم و همینطور 2 تا یونیت کانتریبیوشن مارجین خواهیم داشت. برای انجام محاسباتمون کدومی که از این اقلام باید استفاده بکنیم؟ در واقع برای جواب دادن به این سوال ما از مفهوم weighted average که نوعی میانگین هست، میانگین موزون، استفاده خواهیم کرد و برای هر کدومی از این اقلام یعنی USP، UVC و UCM یک weighted average و میانگین محاسبه میکنیم که توی این ردیف قرار میگیرن و وقتی این اقلام رو محاسبه کردیم بقیه ما از این اقلام توی محاسبات مربوط به اینکام استیتمنت استفاده می‌کنیم و بقیه محاسبات دقیقاً مشابه همون محاسباتی خواهد بود که برای شرکت‌هایی که فقط یک نوع محصول داشتن استفاده کردیم. فرض بکنیم که صورت سوال گفته که فیکس کاست برابر همون $24000 و از ما خواسته که رونیو، وریبل کاست، کانتریبیوشن مارجین و آپریتینگ پروفیت رو محاسبه کنیم. اگه دقت بکنی اینها در واقع این بخش از اینکام استیتمنت رو داره نشون میده، در حالی که فیکس کاست رو هم خودش داده. ولی برای محاسبه این اقلام ما نیاز داریم که یونیت سلینگ پرایس، یونیت وریبل کاست و یونیت کانتریبیوشن مارجین رو داشته باشیم و چون بیش از یک محصول داریم باید ویتد اوریج یا میانگین اونها رو محاسبه کنیم. یعنی برای یونیت سلینگ پرایس، یونیت وریبل کاست و یونیت کانتریبیوشن مارجین اینجا می‌خوایم محاسبات مربوط به میانگین موزونشون رو انجام بدیم. بیایم با یونیت سلینگ پرایس شروع بکنیم. چجوری این محاسبه انجام میشه؟ محاسبه همه اینا شبیه همدیگه هست. کافیه که هر کدوم از این پارامترها رو ضرب در واقع وزن مربوط به فروش بکنیم و اینجا بنویسیم و حاصل جمعشون میشه میانگین موزون مربوط به اون قلم. مثلا برای یونیت سلینگ پرایس اگه 150 رو ضرب در 50% که درصد فروشش حسب بکنیم بعد 75 میرسیم و برای پروداکت B که قیمت $90 هست اگه ضرب در 50% سهم فروشش بکنیم به عدد $45 میرسیم و مجموع اینها $120 میانگین موزون قیمت هر واحد محصوله، یعنی USP weighted average. به عبارت دیگه اگه ما بخوایم بگیم که فرض بکنیم که فقط یک محصول داریم میفروشیم، اون محصول رو به چه قیمتی داریم میفروشیم؟ به قیمت $120 به شرط اینکه محصول A رو به قیمت $150 و محصول B قیمتش $90 باشه و سهم هر کدوم 50% باشه. همین محاسبات رو برای یونیت وریبل کاست انجام میدیم و با ضرب 110 ضرب در 50% به عدد 55 میرسیم برای محصول A و برای محصول B $70 ضرب در 50% $35 رو نشون میده برای محصول B و مجموع اینها یونیت وریبل کاست موزون یا ویتد اوریج $90 رو داره نشون میده و این یعنی اینکه اگه فرض بکنیم دوباره فقط یک محصول داریم میفروشیم، هزینه متغیر وریبل کاست اون محصول برابر $90 خواهد بود با فرض این وریبل کاست های هر واحد و این درصد های فروش. خب حالا میخوایم یونیت کانتریبیوشن مارجین ویتد اوریج رو محاسبه بکنیم و اینجا صورت سوال مستقیم اینا رو به ما نداده، ولی ما میدونیم که برای محاسبه یونیت کانتریبیوشن مارجین کافیه که یونیت وریبل کاست رو از USP کم بکنیم و اینجا میبینید که 105 منهای 110 اگه بکنیم به 40 میرسیم. یونیت کانتریبیوشن مارجین پروداکت A میشه 40 و 90 منهای 70 عدد $20 رو برای پروداکت B نشون میده. حالا همون محاسبات قبلی رو برای محاسبه میانگین موزون انجام میدیم. یونیت کانتریبیوشن مارجین
هر کدوم از محصولات رو ضرب در درصدش میکنیم. 40 ضرب در 50% میشه 20 و 20 ضرب در 50% میشه 10 و مجموع اینها عدد $30 یونیت کانتریبیوشن مارجین ویتد اوریج یا میانگین رو داره نشون میده. بازم به عبارت ساده C داره نشون میده که این محاسبات داره نشون میده که به ازای فروش هر محصول ما $30 کانتریبیوشن مارجین خواهیم داشت. حالا از این اقلام میتونیم استفاده بکنیم برای محاسبه اقلام مربوط به اینکام استیتمنتمون. بریم سراغ رونیو. برای محاسبه رونیو USP رو ضرب در Q باید بکنیم. چون دو تا محصول داریم، بیش از یه محصول داریم، از USP weighted average استفاده میکنیم که 120. برای Q هم 1500 رو باید استفاده بکنیم، به خاطر اینکه اینجا در واقع ما میخوایم بگیم که تو این ردیف برای محاسبه درآمد بگیم که به طور کلی چند تا محصول تولید شده یا به فروش میرسه و هر محصول به طور میانی قیمتش چنده. بنابراین ما به اطلاعات تک تک این محصولات دیگه کاری نداریم و فقط از ردیف آخر داریم استفاده میکنیم. پس برای محاسبه رونیو USP ما میشه 120، Q ما میشه 1500 و برای ردیف دوم توتال وریبل کاست یونیت وریبل کاستمون اینجا 90 که ضرب در 1500 میشه و برای کانتریبیوشن مارجین هم 30 ضرب در 1500 میشه و فیکس کاستمون هم صورت سوال داده که 24000 و اگه محاسبات اینها رو انجام بدیم میبینیم که درآمد ما برابر 180000 خواهد بود، توتال وریبل کاست 135000 که منجر میشه به کانتریبیوشن مارجین $45000 که اگه $24000 فیکس کاست ازش کم بشه $21000 آپریتینگ پروفیت باقی میمونه و به این ترتیب میبینید که تک تک این سوالات صورت مسئله پاسخ داده شده. حالا فرض بکنید که قیمت محصولات تغییر بکنه. قیمت محصول A از $150 به $200 تغییر بکنه و محصول B به جای $90 $100 فروخته بشه. این تغییرات توی قیمت چه تأثیر روی اینکام استیتمنت ما و اقلام اون خواهد داشت؟ محاسبه میانگین موزون این اقلام کافیه اینها رو ضرب در درصد فروششون بکنیم و مجموعشون رو محاسبه بکنیم. با یونیت سلینگ پرایس شروع میکنیم. برای محصول A یونیت سلینگ پرایس هست 200 ضرب در درصد فروشش 50% میشه 100 و برای محصول B یونیت سلینگ پرایس 100 هست ضرب در 50% میشه 50 و مجموع اینها میشه 150. برای محاسبه یونیت وریبل کاست ویتد اوریج 110 رو برای محصول A ضرب در 50% میکنیم میشه 55 و 70 رو برای محصول B ضرب در 50% میکنه 35 و مجموع اینها میشه 90. و برای محاسبه یونیت کانتریبیوشن مارجین ویتد اوریج اول باید یونیت کانتریبیوشن مارجین رو برای تک تک محصولات محاسبه کنیم. برای محصول A 200 منهای 110 میشه 90 و برای محصول B 100 منهای 70 میشه 30. همون در واقع محاسبات رو روی یونیت کانتریبیوشن مارجین انجام میدیم. 90 رو ضرب در 50% میکنیم میشه 45، 30 رو ضرب در 50% میکنیم میشه 15 و مجموع اینها میشه 60. و حالا از اقلام ردیف توتال استفاده میکنیم برای محاسبه اقلام مربوط به اینکام استیتمنت. در قدم اول USP 150 ضرب در 1500 Q ما مجموع تعداد محصولاتمون رونیو رو تشکیل میده و توتال وریبل کاستمون میشه 90 ضرب در 1500 و کانتریبیوشن مارجین ما هم میشه 60 ضرب در 1500. فیکس کاستمون هم 24000 بوده طبق صورت سوال. اگه محاسبات رو انجام بدیم میبینیم که توتال رونیو یعنی بخش اول سوال برابر 225000 میشه، توتال وریبل کاستمون 135000 و این یک کانتریبیوشن مارجین $90000 رو در پی داره که اگه $24000 فیکس کاست رو ازش کم بکنیم به آپریتینگ پروفیت $225000 میرسیم. حالا اگه یونیت وریبل کاست محصولات تغییر بکنه، اگه پروداکت A یونیت وریبل کاستش از 110 به 80 برسه و برای پروداکت B از 70 به 60 برسه، این موضوع چه تأثیری روی اینکام استیتمنت ما خواهد داشت؟
با محاسبه ویتد اوریج این اقلام شروع میکنیم. یونیت سلینگ پرایس پروداکت 200 هست، ضرب در 50% میکنه 100 و برای محصول B 100 هست، ضرب در 50% میشه 50 و مجموع این دوتا 150. یونیت وریبل کاست محصول 80 ضرب در 50% میکنه 40 و برای محصول B 60 که ضرب در 50% میشه 30 و مجموع این دوتا با هم دیگه میشه 70. برای محاسبه یونیت کانتریبیوشن مارجین ویتد اوریج هم اول باید یونیت کانتریبیوشن مارجین هر محصول رو محاسبه بکنیم. محصول A 200 منهای 80 میکنه 120 و محصول B 100 منهای 60 میشه 40. حالا یونیت کانتریبیوشن مارجین هر محصول رو ضرب در درصد فروشش میکنیم. 120 ضرب در 50 60 و 40 ضرب در 50% 20 و مجموع این دوتا با هم دیگه میشه 80. و حالا از ردیف توتال برای محاسباتمون در واقع اینکام استیتمنت استفاده میکنیم. برای محاسبه رونیو USP 150 ضرب در کیو توتال که 1500 توی ردیف اول. ردیف دوم وریبل کاست، یونیت وریبل کاست ویتد اوریج ما 70 ضرب در 1500 اینجا قرار میگیره و کانتریبیوشن مارجینمون میشه 80 ضرب در 1500 که در این ردیف قرار میگیره و فیکس کاستمون هم طبق صورت مسئله 24000 هست. و اگه محاسبات رو انجام بدیم میبینیم که توتال رونیو ما یعنی بخش اول سوال 225000 هست و وریبل کاست 105000 خواهد بود و این باعث میشه که یک کانتریبیوشن مارجین 120000 تایی به وجود بیاد و اگه 24000 تا فیکس کاست ازش کم بکنیم اپراتینگ پروفیت 96000 خواهد بود. حالا اگه تعداد محصولایی که قرار به فروش برسه از 1500 برسه به 1000 چه اتفاقی برای اینکام استیتمنت میفته؟ با فرض اینکه درصد فروش ما هم 50% باقی بمونه، یعنی از محصول A و B هر کدوم 500 تا این بار تولید بشه به جای 750. محاسبه ویتد اوریج ها این اقلام اصلی رو ضرب در درصد فروش میکردیم و طبیعتا با کیو کاری نداشتیم. پس اینجا تغییر در کیو هیچ تأثیر در محاسبات اقلام ویتد اوریج و میانگین موزون ما نخواهد داشت و همین محاسبات قبلی تکرار خواهد شد. پس USP ویتد اوریج ما همون 150 خواهد بود، UVC 70 و UCM 80. از این اقلام در اینکام استیتمنت می‌خوایم استفاده بکنیم، ولی این به معنی نیست که هیچ کدوم از اقلام اینکام استیتمنت تغییر نمی‌کنه، چون که کیو تغییر کرده. بنابراین اگه کیو تغییر بکنه اینجا ما ببینیم که رونیو، توتال وریبل کاست و توتال کانتریبیوشن مارجین تغییر خواهد کرد. حالا اعداد رو جایگذاری می‌کنیم. توی ردیف اول برای محاسبه رونیو 150 رو ضرب در 1000 می‌کنیم این بار. برای محاسبه وریبل کاست 70 رو ضرب در 1000 می‌کنیم و برای محاسبه کانتریبیوشن مارجین 80 رو ضرب در 1000 می‌کنیم و فیکس کاستمون طبق صورت سوال 24000 بوده. این محاسبات نشون میده که توتال رونیو 150000 خواهد بود، توتال وریبل کاست 70000 و اختلاف اینها 80000 کانتریبیوشن مارجین خواهد بود که اگه 24000 دلار فیکس کاست رو ازش کم بکنیم 56000 دلار آپریتینگ پروفیت به جا خواهد گذاشت. آیا در دنیای واقعی همیشه نسبت فروش محصولات 50-50؟ احتمالاً نه. حالا اگه نسبت فروشمون توی این مثال از 50-50 به 40-60 تغییر بکنه این چه تأثیری روی اینکام استیتمنت خواهد داشت؟ تغییر نکرده. USP A 200 ضرب در این بار 40% میشه 80. USP پروداکت B که 100 هست این بار ضرب در 60% که میشه 60 و مجموع اینها میکنه 140 و این یونیت سلینگ پرایس ویتد اوریج ما خواهد بود. همونطور که میبینید تغییر درصد فروش هر کدوم از محصولات روی در واقع اقلام ویتد اوریج ما تاثیر میذاره مستقیما. برای محاسبه یونیت وریبل کاست 80 ضرب در 40% 32، 60 ضرب در 60% 36، مجموع اینها 68 و یونیت کانتریبیوشن مارجین هر قلم رو اول حساب میکنیم 200 منهای 80 120 100 منهای 60 40 و حالا هر کدوم اینها رو ضرب در وزنش میکنیم یعنی درصد فروشش 120 ضرب در 40% میکنه 48
و 40 ضرب در 60% 24 و مجموع اینها 72. حالا از ردیف اقلام توتال برای محاسبه اقلام اینکام استیتمنت استفاده میکنیم. ردیف اول توتال رونیو حاصل ضرب یونیت سلینگ پرایس 140 ضرب در 1000 و توتال وریبل کاست برابر خواهد بود با 68 ضرب در 1000 و کانتریبیوشن مارجین برابر خواهد بود با 72 ضرب در 1000 و فیکس کاستمون هم طبق صورت سوال همچنان 24000. نتایج محاسبات نشون میده که 140,000 دلار در این حالت درآمد خواهیم داشت که 68,000 دلار از اون صرف هزینه‌های متغیر میشه و 72,000 دلار به این ترتیب کانتریبیوشن مارجین به جا میذاره و بعد از کسر 24,000 دلار هزینه‌های ثابت 48,000 دلار اپراتینگ پروفیت باقی خواهد موند. دقت بکنید که اینجا کیو رو ما نداریم و اساسا قرار محاسبهش بکنیم برای نقطه سر به سر که میزان فروش باید چقدر باشه و این بخشی از صورت سواله. برای محاسبه بریک ایون پوینت باید USP, UVC و UCM داشته باشیم و از اونجایی که بیش از یک محصول داریم باید ویتد اوریج این اقلام رو محاسبه کنیم و ما قبلا این کار رو انجام دادیم. USP ضرب در درصد فروش USP ویتد اوریج رو مشخص میکنه، UVC ضرب در درصد فروش UVC ویتد اوریج رو و UCM رو میتونیم جداگانه محاسبه کنیم و بعد از ضرب کردن توی درصد فروش به UCM ویتد اوریج میرسیم و از ردیف توتال برای محاسبات اقلام اینکام استیتمنت استفاده میکنیم. و رونیو برابر خواهد بود با USP 140 ضرب در Q و وریبل کاست برابر خواهد بود با UVC 68 ضرب در Q و UCM هم 72 ضرب در Q. فیکس کاستمون هم که 24,000 خواهد بود و در بریک ایون پوینت اپراتینگ پروفیت همواره برابر 0 باید باشه. این قسمت از محاسبات رو ورم داریم میبریم پایین. ببینیم که Q مون چند میشه. Q باید عددی نزدیک به 333 باشه. برای محاسبه اقلام اینکام استیتمنت یعنی revenue, variable cost و contribution margin عدد 333 رو توی این قسمت جایگذاری میکنیم و نتایج به این ترتیب خواهد بود. revenue 46663 variable cost 22663 و این یه کانتریبیوشن مارجین 24,000 دلاری رو ایجاد میکنه که دقیقاً برابر با فیکس کاست هست و این یعنی که اپراتینگ پروفیت مساوی 0 و این همون جاییه که در واقع سود و زیان برابر 0 شده و بریک ایون پوینت شرکت. بنابراین چه تعداد محصول باید تولید بشه تا شرکت به نقطه سر به سر برسه؟ 333 محصول. چقدر باید درآمد داشته باشه تا به نقطه سر به سر برسه؟ 46663 دلار. و حالا شرکتی که 3 تا محصول داره A, B, C و به ترتیب 50%, 30% و 20% از تولید و فروششون رو تشکیل میده. محاسبات همون محاسبات قبلی خواهد بود، فقط تعداد آیتم ها بیشتره. با محاسبه USP ویتد اوریج شروع میکنیم. این ستون ضرب در درصد فروش 50 ضرب در 50% 25, 80 ضرب در 30% 24, 40 ضرب در 20% 8 و مجموع اینها 57 خواهد بود که USP ویتد اوریج رو برای ما میسازه. یونیت وریبل کاستمون ضرب در درصد فروش 30 ضرب در 50% 15, 50 ضرب در 30% 15, 25 ضرب در 20% 5 و مجموع اینها 35 یونیت وریبل کاست ویتد اوریج و کانتریبیوشن مارجین هم که از اختلاف USP و UVC به دست میاد 50 منهای 30 20, 80 منهای 50 30 و 40 منهای 25 15. تک تک اینها رو ضرب در درصد فروش اگه بکنیم میرسیم به یونیت کانتریبیوشن مارجین موزون و از این ردیف توتال استفاده میکنیم برای محاسبات اون در برای اقلام اینکام استیتمنت. USP ما برابر 57 ضرب در 2000 میکنیم مجموع تعداد محصولات در ردیف اول. وریبل کاستمون 35 ضرب در 2000 و یونیت کانتریبیوشن مارجینمون 22 ضرب در 2000 خواهد بود.
و اینجا فرض شده که فیکس کاست برابر 30,000 و اگه محاسبات رو ادامه بدیم میبینیم که رونیو 114,000 خواهد بود، وریبل کاست 70,000 و کانتریبیوشن مارجین 44,000 که اگه فیکس کاست 30,000 تایی رو ازش کم بکنیم 14,000 تا آپریتینگ پروفیت باقی میمونه. حالا اگه قیمت ها تغییر بکنه، محصول ABC 50 80 40 دلار قیمتشون هست، اگه بشه 60 90 و 50 دلار چه اتفاقی برای اینکام استیتمنت و اقلامش میفته؟ این بار USB جدید رو ضرب در درصد فروش میکنیم و به USB ویتد اوریج 67 میرسیم. یونیت وریبل کاست طبیعتا تغییری نمیکنه، 35 باقی میمونه. همینطور یونیت کانتریبیوشن مارجین ویتد اوریجش هم تغییری نمیکنه، همون 32 باقی میمونه. و اگه این اقلام رو در اینکام استیتمنت جایگذاری بکنیم، ردیف اول رونیو برابر خواهد بود 67 ضرب در 2000 و یونیت وریبل کاستمون برابر 35 ضرب در 2000 خواهد بود و کانتریبیوشن مارجین برابر 32 ضرب در 2000 خواهد بود و فیکس کاست همچنان 30,000 باقی میمونه و محاسبات نشون میده که رونیوی ما تغییر میکنه به 134,000 میرسه، وریبل کاست هم 70,000 باقی میمونه ولی کانتریبیوشن مارجین دوباره تغییر میکنه به واسطه تغییر توی درآمد و به 64,000 دلار میرسه و اگه فیکس کاست 30,000 تایی رو ازش کم بکنیم آپریتینگ پروفیت 34,000 دلار خواهد بود. حالا یونیت وریبل کاست فرض بکنیم تغییر میکنه، از 30 50 و 25 تغییر میکنه به 35 55 و 30. این موضوع چه تاثیر روی اینکام استیتمنت داره؟ بریم ببینیم. یونیت سلینگ پرایسمون که تغییر نکرده و طبیعتاً بعد از ضرب شدن توی درصد فروش همچنان 67 باقی خواهد موند، ولی یونیت وریبل کاستمون تغییر کرده و بعد از ضرب در درصد فروش به عدد 40 میرسیم برای یونیت وریبل کاست ویتد اوریج و اختلاف این دوتا هم که 67 منهای 40 27 خواهد بود که از حاصل ضرب در واقع UCM در درصد فروش هم محاسبه میکردیم قبلا. حالا از ردیف توتال استفاده میکنیم برای محاسبه اقلام اینکام استیتمنت. ردیف اول رونیو برابر خواهد بود با 67 ضرب در 2000، ردیف دوم وریبل کاست برابر 40 ضرب در 2000 و ردیف سوم کانتریبیوشن مارجین برابر 27 ضرب در 2000 با فیکس کاست 30,000 دلاری و محاسبات نشون میده که رونیو در نهایت 134,000 دلار خواهد بود، وریبل کاست 80,000 دلار. این یعنی کانتریبیوشن مارجین 54,000 دلاری که بعد از کسر 30,000 دلار هزینه ثابت به آپریتینگ پروفیت 24,000 دلار میرسیم و این نشون میده که یونیت وریبل کاست جدید باعث شده که آپریتینگ پروفیت کمتری داشته باشیم نسبت به ترکیب قبلی یونیت وریبل کاست ها. اگه میزان تولید و فروش تغییر بکنه چه اتفاقی میفته؟ ما 2000 تا توی در واقع سناریوی قبلی میزان تولید و فروشمون بود، اگه 2000 تا بشه 2400 تا ولی همون نسبت های فروش باقی بمونه چه تاثیر روی اینکام استیتمنتمون خواهد داشت؟ از اونجایی که USP, UVC و UCN تغییر نکرده و همینطور درصد فروش، ما همون محاسبات قبلی رو خواهیم داشت و اقلام ویتد اوریج هیچ تغییر نسبت به دفعه قبل نخواهند داشت و دلیلش هم اینه که اساساً چیزی که تغییر کرده Q و Q در محاسبه اقلام ویتد اوریج نقشی نداره، اما تغییر در Q میتونه در میزان درآمد، وریبل کاست و کانتریبیوشن مارجین تاثیر بذاره. رونیو ما این بار برابر خواهد بود با 67 ضرب در 2400 و وریبل کاست ما میشه 40 ضرب در 2400 و کانتریبیوشن مارجین هم 27 ضرب در 2400 و با در واقع هزینه ثابت 30,000 دلاری. اینجا میبینیم که رونیوی ما به 160,800 دلار افزایش پیدا میکنه، همینطور وریبل کاست ها افزایش پیدا میکنه به 96,000 دلار و کانتریبیوشن مارجین به 64,800 میرسه و بعد از کسر فیکس کاست 30,000 دلاری آپریتینگ پروفیتی که باقی میمونه 34,800 دلار خواهد بود. و در نهایت شرکتی که 3 تا محصول تولید میکنه و میفروشه
چه تعداد محصول باید بفروشه و چقدر درآمد باید داشته باشه تا به بریک ایون پوینت برسه، یعنی جایی که آپریتینگ پروفیت برابر صفره. دقت بکنید که ما اقلام مربوط به ویتد اوریج رو قبلا محاسبه کردیم. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که کیو الان مورد سواله و ما کیو رو نداریم و نمیدونیم اساساً که چقدر محصول باید به فروش برسه تا شرکت به بریک ایون پوینت برسه و آپریتینگ پروفیتش برابر صفر بشه. با جاگذاری اعداد و ارقام در اینکام استیتمنت ادامه میدیم کار رو. رونیو برابر خواهد بود با 67 ضرب در کیو که مورد سواله. وریبل کاست برابر خواهد بود با 40 ضرب در کیو. کنتریبیوشن مارجین برابر خواهد بود با 27 ضرب در کیو. فیکس کاستمون طبق صورت سوال $30,000 خواهد بود و میدونیم که در بریک ایون پوینت آپریتینگ پروفیت حتما باید برابر صفر باشه. و اگر این قسمت از محاسباتمون رو دقیق تر ادامه بدیم به کیوی 1111 میرسیم. این یعنی میزان تولید اگه به این عدد برسه، یعنی 1111 محصول تولید بشه با این ترکیب این مشخصات، شرکت به نقطه سر به سر میرسه و آپریتینگ پروفیتش برابر صفر خواهد بود. همین عدد کیو رو توی محاسباتمون جایگذاری میکنیم تا ببینیم که رونیو، وریبل کاست و بقیه اقلام اینکام استیتمنت چه عددی خواهند بود. خب میبینیم که رونیو شده 74,000 خورده ای، وریبل کاست شده 44,000 خورده ای و اختلاف اینا برابر 30,000 که کانتریبیوشن مارجین رو نشون میده که این عدد دقیقاً برابر با فیکس کاسته و جایی که فیکس کاست با کانتریبیوشن مارجین برابر باشه آپریتینگ پروفیت برابر صفر خواهد بود، یعنی نقطه سر به سر. یه نکته کوچیک این که توی مثال ها دیدیم که ترکیب فروش همواره به صورت درصد نشون داده شده، ولی لزوما در دنیای واقعی اینطوری نیست و ممکنه با ترکیبی از اعداد صحیح در واقع ترکیب فروش محصولات رو نشون بده. حالا با مثال براتون توضیح میدم که منظورم چیه. توی مثال آخر دیدیم که ترکیب فروش به صورت درصدی به ما داده شده. محصول A 50%، B 30% و C 20%. اما همین که ما از این درصدها در واقع برای محاسبه اقلام ویتد اوریج استفاده می‌کردیم. اما به جای اینکه ترکیب فروش رو به صورت درصدی بدن، ممکنه به این شکل به ما بدن، یعنی با اعداد صحیح این رو به نمایش بذارن. بعد کافیه که این اعداد رو به درصد تبدیل کنیم، یعنی 5 تقسیم بر 10 50% رو اینجا بذاریم، 3 تقسیم بر 10 30% رو اینجا بذاریم و برای این هم 20% رو بذاریم و از این درصدها برای تبدیل این اقلام به اقلام ویتد اوریج استفاده بکنیم. اما اگر تقسیم این اعداد یه جوری بود که در واقع درصدهای روندی به ما نمیداد چی؟ مثلا توی این مثال فرض بکنید که 2 نهم و 1 نهم در واقع درصدهای روندی به ما نمیدن. برای راحتی کار به جای اینکه در واقع اینا رو به درصد تبدیل بکنی، همینطور عدد صحیح نگه داریم و از ضرب کسری استفاده بکنی. یعنی مثلا برای محاسبه یونیت سلینگ پرایس ویتد اوریج اینطوری محاسبه رو انجام بدید: 60 ضرب در 2 تقسیم بر 9، 90 تقسیم بر ضرب در 1 تقسیم بر 9، 50 ضرب در 6 تقسیم بر 9 و نتایج رو اینجا بنویسید و همین کار رو برای UVC و UCM هم انجام بدید. می‌بینید که نیازی نیست اینا رو حتما به درصد تبدیل بکنید. بعضی موقع به درصد تبدیل کردنش راحت‌تره، بعضی موقع استفاده از کسر. خب به آخر این ویدیو رسیدیم. توی این ویدیو دیدیم که تحلیل CVP دقیقاً چیه و چه کاربردهایی داره. چطور از اینکام استیتمنت برای تحلیلامون استفاده بکنیم، بریک ایون پوینت رو چطور ساده و مرحله به مرحله حساب کنیم و به طور کلی چطور با یه روش ثابت انواع سوال‌ها رو جواب بدیم. برای اینکه کاملا مسلط بشی روی این مباحث، ویدیوی حل سوالات امتحانی رو فراموش نکن. به امید دیدار دوباره. خدا نگهدار همتون.